قسمت 10. یونس صاحب چی فکر میکنین که امروز در مورد هفته آخر که عیسی مسیح در روی زمین بود صحبت کنیم؟ ما موافق هستم داود جان، اگر ما بتونیم در این وقت کم در این باره صحبت کنیم، به خاطر که در هفته اخیری که عیسی مسیح بر روی زمین بود واقعات زیادی رخ دادن که توضیح هر یکی اونا بسیار مهم هستند. بیاین کوشش کنیم که به صورت فشرده در این باره صحبت کنیم. عیسی مسیح با شکوه و جلال شاهانه وارد اورشلیم شد که مردم حتی او را میخواستن پادشاه خود بسازن، اما عیسی مسیح قبول نکرد. داود جان، بعد از داخل شدن به اورشلیم، عیسی مسیح مراسم مخصوص شام عید فصح را با 12 شاگرد خود برگزار کرد. در این موقع عیسی مسیح یک نان گرفت و او را برکت داد و بین شاگردای خود تقسیم کرد و فرمود: این بدن من است که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. بعد از شام هم پیاله را گرفت و فرمود: این پیاله همان عهد و پیمان نوی است که با خون من بسته می شود، هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید. و به این قسم عیسی مسیح به شاگردای خود نشان داد که با مرگش پیمان و یا عهد نوی برقرار میشه. پیش از اینکه اونا از او خانه خارج شوند، عیسی مسیح مهمترین تعلیم خود به شاگردان داد. او به شاگردای خود فرمود که باید یکدیگر خود محبت کنند. او دفعه دیگه این موضوع را به شاگردای خود یادآوری کرده فرمود: زحماتی را که به خاطر او میبینن او را باید تحمل کنند و به اونا وعده کرد که بعد از رفتن او روح القدس به اونا روان خواهد کرد که اونا را رهبری و کمک کنه. پس از این گفتار عیسی مسیح معلوم میشه که او تمام چیزها را که در آینده باید واقع میشد خوب میدانست و از او اطلاع داشت. بله، وقتی که نیم شب شد، عیسی مسیح شاگردای خود در یک باغ بیرون شهر برد تا با دعا خود برای مرگ آماده بسازه. دعایی که او به پدر آسمانی خود کرد به این شکل بود: نه خواهش من بلکه اراده تو انجام شود. در حالی که او هنوز مصروف دعا بود، عده‌ای از افراد مسلح به راهنمایی یهودا داخل باغ شدند. یهودا از جمله 12 شاگرد عیسی مسیح بود، اما به او خیانت کرد. یهودا به عیسی مسیح نزدیک شد و او را بوسید تا کسانی که برای گرفتاری او آمده بودند اشتباهاً در تاریکی شب کسی دیگری را به عوض او دستگیر نکنند. برای عیسی مسیح چقدر آسان بود که با گفتن یک کلمه تمام اونا را نابود کنه، اما او این کار نکرد و به اونا خود تسلیم کرد. وقتی که پترس شمشیر کشید و به دفاع از استاد عزیزش ایستاده شد، عیسی مسیح او را منع کرد و یکی از دشمنان را که پترس او را زخمی کرده بود شفا داد. بعد از او عیسی مسیح را به جای بردن که در اوج رهبرای مذهبی جمع شده بودند تا بهانه برای کشتن عیسی مسیح پیدا کنند، اما موفق نشدند. آخر رئیس اونا عیسی مسیح را سوگند داد و از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی مسیح در جواب اونا چی گفت؟ عیسی مسیح در جواب اونا گفت: هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. وقتی که این جواب عیسی مسیح را شنیدن، برآشفته شدند و گفتند که او لایق اعدام است. روز جمعه صبح وقت عیسی مسیح را به قصر پیلاتوس والی رومی بردن و به پیلاتوس گفتند که عیسی از دشمنای دولت روم است و میخواد خود پادشاه بسازه. چه تهمت عجیبه به خاطر تحریک کردن والی رومی. بله، وقتی که پیلات از عیسی مسیح تحقیق کرد، فوراً دانست که این تهمت اونا غلط و دروغ است. او خواست عیسی مسیح را آزاد کنه، اما رهبران مذهبی یهود جمعیت تحریک کردند که اعدام عیسی را تقاضا کنند. پیلاتوس از ترسی که آشوبی برپا نشه به تقاضای اونا تسلیم شد و امر کرد که عیسی را به روی صلیب به هلاکت برسانند. عساکر رومی هم فوراً امر او را حتما عملی کردند. بله، عیسی مسیح را به خارج شهر اورشلیم بردن و او را در اوج مصلوب کردند. او بر روی صلیب در حق کسایی که او را مصلوب کردند یک قسم دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چی میکنند. چه محبت عظیم و حیرت انگیز است که عیسی مسیح از خدا بخشش برای کسایی طلب میکنه که به دستا و پاهای او میخ کوبیده بودند. بله، واقعا همونطور است. عیسی مسیح میتونست که از پدر آسمانی تقاضا کنه که او را از رنج کشیدن بر روی صلیب نجات بده،
اما او این قسم تقاضا را نکرد. او خوب میدانست که اراده خدایی بود که رنج بکشه و به حیث قربانی برای گناهکاران جان بده. به این خاطر او از اراده پدر آسمانی کاملا اطاعت کرد و در حدود 6 ساعت بر روی صلیب رنج کشید. بعد از رنج کشیدن او تقریبا در حوالی ساعت 3 بعد از ظهر فرمود: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم میکنم. با گفتن این جمله او جان سپرد. بعد از او سربازی به پهلوی عیسی مسیح نیزه زد که خون و آب از بدن او جاری شد که نشانه مرگ او بود. افسر مسئول رومی به پیلاتوس گزارش داد که عیسی مرده است. آیا بدن عیسی بر روی صلیب باقی ماند؟ نه خیر. 2 نفر از اشخاص با نفوذ یهود که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند پیش پیلاتوس رفتند و بدن عیسی را از او خواستند که به اونا داده شد. اونا بدن عیسی را از صلیب پایین کرده و او را با ادویه و عطریات پوشانیده و با تکه کتان جسد او را پیچاندند و او را در قبری که در داخل یک صخره بزرگ کنده شده بود و مثل یک غار و در دامنه یک تپه قرار داشت گذاشتند. بعد از او سنگ بزرگ مثل سنگ آسیا را در دهن قبر گذاشتند. پیلاتوس امر کرد که او را مهر و موم کنند و پیره هم بر او تعیین کردند تا کسی داخل او نشه. وقتی که تایید داستان عیسی را میشنویم فکر میکنیم که دیگه همه چیز خاتمه یافت. اما عیسی مسیح بارها به شاگردای خود گفته بود که او بعد از روز سوم دوباره زنده خواهد شد و از مرگ برخواهد خاست. اونا فکر میکردن که یک مثال خواهد بود که به اونا میاره. وقتی که او را دفن کردن دیگه امیدی نداشتن که او را بر روی زمین ببینن. اما وقتی که صبح روز یکشنبه یک تعداد شاگردا سر قبر رفتن دیدن که قبر باز است. وقتی که داخل قبر رفتن دیدن کتانی که جسد عیسی به او پیچیده شده بود خالی بود و بدن عیسی در او قرار نداشت. عیسی که زنده شده بود به بعضی اونا ظاهر شد و به اونا صحبت کرد و اونا او را شناختند. شب با وجودی که کلکین‌های اتاقی که شاگردا در او جمع شده بودند بسته بود، عیسی به اتاق داخل شد و با اونا صحبت کرده اونا را مطمئن ساخت که او زنده است. وقتی که عیسی مسیح از مرگ قیام کرد برای چقدر مدت به شاگردان خود ظاهر شد؟ داود جان برای مدت 40 روز بعد از رستاخیز عیسی مسیح بارها به شاگردا در جاهای مختلف ظاهر شد و به اونا توضیح داد که چرا لازم بود رنج بکشه و جان بده. او به شاگردان خود امر کرد که به تمام جهان رفته این مژده را به همه مردم برسانند که اگر عیسی را به حیث نجات دهنده خود قبول کنند خدا گناهان اونا را میبخشه. او به پیروان خود امر کرد که چند روز در اورشلیم بمانند تا روح القدس به اونا نازل شود تا اونا برای کاری که پیش روی دارند مجهز شوند. بالاخره بعد از اینکه به اونا وعده داد که تا آخر دنیا روحاً با اونا خواهد بود، در حالی که اونا به طرف او میدیدن به آسمان بالا برده شد. پیش از صعودش به آسمان او هرگز برای خود جانشینی تعیین نکرد و هرگز او پیشگویی نکرد که پیغمبر بعد از او میآید که جای او را بگیره. وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود آیا شاگردایش بسیار پریشان شدند؟ نه خیر. وقتی که اونا استاد محبوب خود میدیدن که به طرف آسمان صعود میکنه گریه و ناله نکردن، به خاطر که اونا خوب میدانستن که او همیشه روحاً با اونا خواهد بود و قسمی که وعده داد یک روز به این جهان مراجعت خواهد کرد. شاگردا و پیروان عیسی مسیح با خوشی مصروف دعا شدند و منتظر بودند که طبق وعده عیسی مسیح از روح القدس پر شوند. 10 روز بعد از صعود عیسی به آسمان در موقع عید پنتیکاست این وعده عملی گردید و روح القدس به اونا نازل شد. اگه عیسی مسیح زنده نمی شد و در قبر باقی می ماند، در این صورت تمام پیشگویی‌های انبیا و پیشگویی‌های خودش غلط ثابت می شدند و ایمان ما هم با این صورت بیفایده می بود. از خداوند شکر می کنیم که عیسی مسیح زنده است و همیشه برای کمک ما حاضر است و از شما یونس صاحب تشکر از صحبت بسیار مفیدتان.